نگاهی به عملکرد اولسان هیوندای و ویسل کوبه تا مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا. یحیی کدام تیم را ترجیح می‌دهد؟ تمجید مدیر برگزاری جام جهانی 2022 از پرسپولیس. مشتاقانه منتظر دیدن آنها در فینال هستیم. شروع به یادماندنی بیرو در اروپا. مورینیو گفت تو بهترین دروازه‌بان هستی. سلام همراهان گرامی، به کانال چلتیکه خوش اومدید. امروز هم با یه بسته خبری در خدمتتون هستیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که برای ادامه فعالیت ما همین الان دکمه لایک رو بزنید. نظر خودتون هم در مورد حریف احتمالی پرسپولیس واسه ما حتما کامنت کنید. راستی اگر برای اولین بار ویدیوهای ما رو میبینید سابسکرایب فراموش نشه. نگاهی به عملکرد اولسان هیوندای و ویسل کوبه تا مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا. ویسل کوبه نماینده ژاپن به شکل عجیبی راهی فینال این بازی‌ها شده. اونا به دلیل انصراف یک از تیم‌های گروهشون 2 بازی کمتر انجام دادن و در 6 بازی لیگ قهرمانان آسیا هم 3 بار به مساو سوان سامسونگ رفتن. 2 بازی هم با گوانژو چین انجام دادن و 1 بازی هم با نماینده ثروتمند چین یعنی شانگهای انجام دادن تا بدین ترتیب تنها با 3 تیم دیدار کرده باشن و خودشونو به نیمه نهایی این مسابقات رسونده باشن. نکته‌ای که ازش نباید غافل شد اینه که نماینده ژاپن تا این مرحله نتایج خیلی قاطعی کسب نکرده و کمی هم بخت و اقبال باشون همراه بوده تا به این مرحله از بازی‌ها برسن. نگاهی به جدول لیگ ژاپن هم این موضوع رو نشون میده. اونا با بازی‌های بیشتر نسبت به سایر تیم‌ها 12ام هستن و اوضاع خوبی هم در لیگ داخلی ندارن. ویسل هیچ وقت تیم قدرتمندی در ژاپن نبوده، اما بعد از جذب آندرس اینیستا نامش تازه سر زبون‌ها افتاد و حالا هم با قهرمانی در جام حذفی ژاپن به آسیا راه پیدا کرده. اما از اینم نباید غافل شد که اونا قبلا نشون دادن با وجود نتایج ضعیف در لیگ برد در بازی حذفی را خیلی خوب بلدن و با استفاده از تجربه اینیستا و توماس فرمالن 2 ستاره سابق جهانی خودشون امید به قهرمانی این مسابقات دارن. اما اولسان هیوندای کره جنوبی برای رسیدن به این مرحله از لیگ قهرمانان راه سخت‌تری رو طی کرده. اونا در لیگ کره جنوبی هم دوم هستن و در لیگ قهرمانان آسیا هم بدون شکست تا نیمه نهایی بازی‌ها صعود کردن. نماینده کره با 2 برد قاطع در مرحله حذفی و بدون گل خورده نشون داده به چیزی بجز قهرمانی فکر نمی‌کنه و عزمش رو برای دومین قهرمانی جذب کرده. اولسان 1 بار پیش از این در سال 2012 قهرمان این مسابقات شده و تیم شناخته شده‌ای به حساب میان. اونا با سابقه قهرمانی در تمامی جام‌های کره جنوبی و البته لیگ قهرمانان آسیا تیم با سابقه‌ای هستند و برخلاف ویسل کوبه تاریخچه پر افتخاری دارن. در ظاهر به نظر میرسه اولسان به عنوان تیم دوم کره نباید کار سختی و برابر حریف ژاپنی خودش داشته باشه، اما این نکته فراموش نکنیم که شرایط بازی‌ها در مرحله حذفی اونم به شکل تک بازی متفاوته و بعضی موقع بازیکنان بزرگ تیم‌ها میتونن شرایط رو به نفع تیم خودشون تغییر بدن. اما یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس هم در این روزها به شدت مشغول آنالیز تیم‌های شرق آسیا هستند و با اینکه بارها در اظهار نظرهای رسمی اعلام کردن که برایشون فرقی نمی‌کنه که در فینال با کدوم تیم روبرو بشن، اما به نظر میرسه اونا هم مثل خیلی از طرفدارای پرسپولیس ترجیح میدن که با تیم ویسل کوبه رو در رو بشن. البته باید گفت این علاقه‌مندی به ویسل کوبه دلایل دیگه‌ای هم داره. یکی از مهمترین دلایل پرسپولیسیا اینه که بازی روبروی اینیستا مثل بازی‌های قبلی پرسپولیس روبروی ژاوی باعث میشه که انگیزه بازیکن‌ها برای نشون دادن خودشون بالاتر از قبل بره. از پرکارترین افرادی که این روزها هر کدوم به نوعی برای موفقیت پرسپولیس در فینال آسیا تلاش میکنن باید به آنالیزورهای این تیم اشاره کرد که شبانه روزی در حال تحلیل تیم‌های شرق آسیا هستند و تقریبا تمامی بازی‌ها را از مرحله گروهی پیگیری کردن و تیم‌های قدرتمند رو با دقت بیشتری زیر نظر گرفتن. اونها بعد از حضور 2 تیم اولسان و ویسل کوبه اقدام به آنالیز کامل این تیم‌ها از 2 مقدماتی کردند و حتی ضربات کرنل، ایستگاهی و پنالتی‌های این تیم‌ها رو هم به دقت مورد ارزیابی قرار دادن. ما هم از طرف بچه‌های کانال چلتیکه آرزوی موفقیت و قهرمانی برای پرسپولیس داریم و یادتون نره که با آیتم‌های ویژه پرسپولیس تا روز فینال با ما همراه باشید. تمجید مدیر برگزاری جام جهانی 2022 از پرسپولیس. عملکرد سرخپوشان ایرانی در سالهای اخیر و ثباتی که در نتیجه گیری چه در مسابقات داخلی و چه قاره‌ای داشتن از دید کارشناسان و مسئولان سایر کشورها نیز پنهان نمونده.
ناصر خاطر، فردی که مسئولیت سنگین رقابت‌های جام جهانی 22 در قطر را بر عهده دارد و یک تیم بزرگ را در این راه مدیریت می‌کند، در گفتگویی که امروز داشته به تمجید از عملکرد پرسپولیس پرداخته و به نکات جالبی در مورد این تیم اشاره کرده. خاطر در این مورد گفته که پرسپولیس در 4 سال اخیر 3 بار به جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا رسیده است. هر تیمی که بخواهد در تورنمنت سختی مثل لیگ قهرمانان در بالاترین سطح قرار داشته باشد، باید از یک ساختار قوی از نظر تیمی برخوردار باشد تا بتواند رقابت قاره‌ای خود را با اتکا به آن شروع کند. رسیدن به این مرحله در سالهای متوالی به هیچ عنوان نمیتواند به خوششانسی ربطی داشته باشد، به ویژه با توجه به چالش‌هایی که پرسپولیس در سال 2018 داشت، زمانی که آنها با توجه به محرومیتی که داشتند با تعداد بسیار محدودی از بازیکن‌ها به فینال راه پیدا کردند. این مسئول قطری ادامه داد: پرسپولیس یکی از پرهوادارترین تیم‌ها در آسیاست. ما متوجه شدیم که بعد از رسیدن این تیم به فینال برای دومین بار در سالهای اخیر چه جشن‌هایی در سراسر ایران برگزار شد و مردم بسیاری به خیابان‌ها آمدند و جشن گرفتند. آنها هواداران متعصب و پرشوری دارند که مایه حسادت بسیاری از تیم‌ها حتی در سطح جهان است و به نظر می‌رسد آنها همیشه برای خوشحال کردن میلیون‌ها هوادار خود بازی می‌کنند. ما برای آنها در بازی فینالی که در پیش است بهترین آرزوها را داریم و مشتاقانه منتظر حضور آنها در یک از ورزشگاه‌های مورد نظر ما برای جام جهانی هستیم، در رقابتی معتبر مثل فینال لیگ قهرمانان آسیا. صحبت‌های بیرانوند بعد از درخشش در برابر تاتنهام: استقلالی‌ها انرژیم را بیشتر کردند. علیرضا بیرانوند در ارزان تیم آنتورپ بلژیک صحبت‌هایی را با یکی از برنامه‌های صبحگاهی داشت و در مورد اتفاقات بازی با تاتنهام صحبت‌های خودش را اینجوری آغاز کرد که یک چیز را صادقانه میگویم، من بعد از بازی فکر کردم مثل ورزشکار انفرادی هستم که 4 سال برای المپیک زحمت میکشد و بعد مردم مینشینند ببینن مدال میآورد یا نه. من هم دقیقاً چنین حسی داشتم. دست مردم کشورم را میبوسم. فهمیدم که پنجشنبه شب بازی من را مثل بازی جام جهانی دیده بودن. برایم خیلی جالب بود که بعد از بازی بعضی از هواداران استقلال هم برایم استوری گذاشتن و تعریف و تمجید کردند. این به من انرژی بیشتری داد. هواداران پرسپولیس هم که دیگر شرمنده هم کردند. خیلی به من لطف کردند. خوشحال شدم که در این شرایط سخت توانستم کمی دل مردم کشورم را شاد کنم. بیرانوند درباره بازی با تاتنهام گفت: در نیمه اول موفق شدم چند موقعیت تاتنهام رو مهار کنم. این تیم در خط حمله خیلی قوی بود و دیگر نیازی به تعریف من ندارد. نیمه دوم هم تلاش زیادی کردیم اما تفاوت ما با تاتنهام در زمین مشخص بود. بیرانوند در پاسخ به خبرنگار که پرسیده بود که در زمان سلفی با مورینیو چه صحبت‌هایی بین شما مطرح شد، پاسخ داد که مورینیو از عملکردم تعریف کرد و به من گفت تو بهترین دروازه‌بان هستی. همراهان گرامی کانال چلتیکه، به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. ممنون میشیم که اگر این ویدیو رو دوست داشتین همین الان دکمه لایک پایین رو بزنید و برای ما کامنت کنید به نظر شما کدوم تیم با پرسپولیس در فینال مسابقه خواهد داد. راستی اگر برای اولین بار ویدیوهای ما رو در یوتیوب میبینید یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا با عضویت در کانال ما در جریان جدیدترین اخبار فوتبال ایران قرار بگیرید. همراهان گرامی، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.